تو میاد یا چون تو میگم خفه کو همین اونجا سخت ماردکی بود. بلاگرهایی که اینا میخوان نوارهای حرام پهن میکنه، از من به شما یک نصیحت: پیش از مردن کسی را وصیت بکنه که مبادا اگر مرده همین نوارهای شما را از شبکه ها او دلیت بکنن، ورنه تا روزی که این نوارها در شبکه ها دور میزنه در نامه اعمال شما بعد از مرگ هم گناه نوشته میشود. عموما یک انسان از دنیا وقتی میگذره نامه اعمالش پوشیده میشود که نه گناه و نه ثواب نوشته نمیشود، مگر اینکه صدقه جاریه کرده باشه یا گناه های جاریه کرده باشه. شما با این نوارهای ماندگیتون گناهان جاریه را بجا میگذاره که بعد از مردن شما تا روز قیامت هم که باشه، اگر این نوارتون باقی باشه در نامه اعمال شما گناه ثبت میشود. وقتی که دختر شما، وقتی که خواهر شما همین خیل نوارها را ببینه چی فکر میکنه، نسل جوان این خیل ویدیوها را ببینن چی فکر میکنن، ببینه که چی خیل یک زن مسلمان را از میانش میکپه و در آغوش میکشه. بلاگرایی که این همه قدر به حیایی را پهن میکنه از الله بترسه.